عزیزم با کسان شنایی مکن اگر میکنی بی وفایی مکن به هر کس که لافی محبت زدی از او تا قیامت جدایی مکن پای مردمی به بصارت مرا با جای قدمان که آدم شوی با ایزد چو اسکندرو جمع شوی با ایزد چو اسکندرو جمع شوی سرای جهان کز اول بهار است آخر خزان همین است تو رسمی سرای برین برارد بر اوجو زند بر زمین با دولت مناز روزی مهنت منال که این هر در زود باشد زوال همین است رسمی سرای درشت گه زین سوار و گه زین با پشت همین است رسمی سرای درشت گه زین سوار و گه زین با پشت گه زین سوار و گه زین با پشت گه زین سوار و گه زین با پشت درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند شما شاهد یک ترانه خیلی زیبا شدید. امروز در برنامه فضا هنرمند شایسته تاجیکستان جمعخان سفر تشریف آوردند که با ترانه جذاب و دلنشین و پر از مضمون برنامه ما را آغاز بخشیدند. درود به شما استاد. خوب است؟ کارتون خوب است. واقعا یک ترانه جذاب و زیبا بود و لذت برده. شما از زمره آن هنرمندانی هستید که با معروف ترین هنرمندان مردمی تاجیکستان با آنهایی که برای رشد صنعت تاجیک تلاش کردن همکاری کرده، خاصه با آدینه هاشم، با جورابیگ نظری، با باباجان عزیز نیز کار کرده. همین تجربه کاری با هنرمندانی محبوب برای شما چی داد؟ من انا همون دوره که با این هنرمندان سرشناس فعالیت کردم فکر میکنم که دوره های طلایی حیاتی من بود، زیرا وقتی که با تئاتر کسبی موسیقی مسحکوی شهر کلوب با کار آمدم، در آنجا در حقیقت هنرمندان خیلی سرشناس خیلی ورزیده از جمله استاد شادروان آدینه هاشم، باباجان عزیز، دولتمند خالف، سریا قاسم و فاطمه توره و عدالت کامل و باباجان حسن و زیاد هنرمندانی که هر کدام یک مقام خاصه خود را داشتند، مکتب داشتند، مکتب خود را داشتند. در همین دوره اگر از
شادروان آدنای آشیم اگر درس معنی آموخته باشم فکر میکنم که از شادروان استاد دولتمند خلق درس موسیقی آموختم و همین طور فکر میکنم که همین دوره در تئاتر موسیقی مسکوی شهر کلاب کار کردنم یک دوره بود که در حقیقت خیلی هنر من رشد یافت پیش رفت و دست زدم به موسیقی بلند به معنی بلند و همین گونه من از این افتخار میکنم. خب واقعا عجیب است شما چون در کودکیتون فیته های آدینه هاشم رو پیدا کردید، جورابک نظیر رو پیدا کردید، اونها رو شنیدید و وقتی بزرگتر شدید و همکار اینا شدید فکر میکنم این برای شما خیلی افتخاری بزرگ بود. چون با آنهایی که همکاری میکند با آنهایی کار میکند که یک زمان ایدئالش بودن فکر میکنم خیلی یک بختی بلند است. البته هنوز وقتی که کودک بودم خردسال بودم پدرم یک مگنتوفونی رو آورد که در اونجا دو فیته داشت و یک فیتهش سر تا پا سرودهای آدینه هاشم و یک فیته دیگرش از استاد جورابک نظری و من با همان ذوق کودکانه همه اون چیزها رو از یاد کردم که تا امروز نقش در خاطرم باقی مانده است و تا امروز یعنی من خود رو شاگردی استاد جورابک نظری میشورم با اون خاطری که گرچنده که بزرگترین هنرمندان رو هم گوش میکردم تنها همین هنر بسیار زیبا و بسیار شیوای جورابک نظری یعنی ذوق ما را دیگر کرد و من یعنی به خود اختیار کردم که حتما چون استاد هنرمند میشم. خب در همون زمان کودکی تصور میکردید که یک زمان با همین هنرمندان همکار میشوید، مثلا در یک جا کار میکنید از آنها سبق میگیرید؟ این در تصور کودکی شما میخونجید؟ در تصور کودکی هم نمیخونجید لیکن خوشبختانه به همون رسیدم. یعنی با استاد آدینه هاشم رو پرو شدم، از او بسیار سبق آموختم و زیادتر همه خرسندیم از آن بود که یعنی با استاد جورابک از نزدیک هم صحبت شدم. تیز با عیادتش می رفتم از پس که جای کار ما بود نزدیکتر بود و تیز از همین صحبت شکرین استاد همیشه برخوردار بودم. تشکر زیاد. استاد چیزی دیگری برای ما اجرا میکنید؟ البته یک سرود از شاه مظفر یادواری این لحظه برای شما میخونم که چون پدرها در قدمگاه دیار هر قدم از خویش ماند یادگار. خب بفرمایید. مرحمت. خوش دل و خوش رو برناتر شوه هر سحر در شبنمی گلهای تن روی مال دو سر و پاتر شوه چون پدرها در قدمگاهی دیار هر قدم از خشمان یادگار هر درخت شستونی خانه هر کفی خاکش سری بهگانه کوسارو هر کفی خاکی که هم سرگذشته دارد و افسانه چون پدرها در قدمگاهی دیار
ها در قدم گاهی دیو هر قدم از خشمان دیود گو هر قدم از خشمان دیود گو هر قدم از خشمان دیود گو شما در دوشنبه زندگی میکنید؟ من الان در شهر کلوب در همون خانه پدری اقامت دارم. در اینجا هم فرزندانم کار و فعالیت میکنن، دخترانم، یعنی همیشه رابطه دارم. بعد دوشنبه میوید با کلوب میروید؟ تیز بعد دوشنبه میویم. همیشه با رادیو با تلویزیون های دولتی همیشه رابطه دارم و تیز اومده میست. امروز در انسمبل فلکی شهر کلوب فعالیت میبرید و ما با بیشتر جوانانی که صحبت کردیم همیشه از اسم شما یادآور میشدن، میگفتن که راه بلد ما هستن، همیشه کمک میکنن در انتخاب سرودها، در انتخاب متن. مدت چندان طولانی است که در این انسمبل فعالیت میکنم. راست گپ با این تئاتر یک توجه خاصه دارم و توجه خاصه داشتنم از آن خاطر که در اینجا بسیار هنرمندان چیره دست جمع شدن و فعالیت میکنن و این دسته را هنرمندی خیلی ممتاز، یک هنرمندی که اولادان هنرمند هستند، بابای آرزو، یعنی فرزندی هنرمندی بسیار سرشناس و برآمند مردم تاجیک اپای گلچهر صدیق، یعنی راهبری میکند. و این انسمبل توجه به آن است که در حقیقت بسیار همیشه تمرین خوب میکنند و دویمو همیشه اونها رو مشغول کار میبینی و در اینجا باز هنرمندان بسیار خوب چخیلی که در اینجا شما نمای اونها رو یعنی دیدید، مختیار، سید جمال، اکای عمر سلطانوف در اینجا فعالیت میکند همراه و اینا گفتن نموند که این دسته رو یک جوانمرد بسیار هنرمند، بسیار خوش‌ذوق فردوس طایف راهبری میکند که همیشه میبینی که یک سعی کوشش، یک تلاش دارد برای رشد و نموی همین انسمبل و بسیار از این کار و از این راهبری این کس بسیار خوشم میاد. به همین خاطر بسیار خواستم که با این هنرمندان یک جای باشم تا اینکه تا وقتی که توانست برای ملت کاری کرده توانم. خب از آن تجربه هایی که سالهای طولانی گرفتید از هنرمندان محبوب و اون تجربه هایی که خود اندوختید، فکر میکنم که اکنون برای نسل جوان آنها را میآموزانید. البته سعدی شیرازی یک باید دارد که عمر خردمند هنرپیشه عمر دو بایستی در این روزگار تا به یک تجربه اندوختی با دیگر تجربه بردی به کار. البته اون چیزی که ما از استادان آموختیم، اندوختیم و یک تجربه گفتیم، امروز کوشش میکنیم که در هر جایی که در کار شد برای شاگردان ما همیشه تیاریم که یک یاردمی رسانده باشیم. میخوام باز یک ترانه دیگر اجرا کنید، چون خب ترانه هایی که شما اجرا میکنید ترانه های پرمضمون هستند و در انتخاب متن شما متن هایی رو انتخاب میکنید که خب زود به انسان تاثیر میکنه، یعنی اون متن های والا، مضمون های والا. چقدر وقت رو صرف میکنید برای انتخاب متن؟ من راستیگه بعد ختم مکتب عمل دانشگاه آموزگاری شهر کلوب رو تمام کردم. کدام فاکولته؟ با تخصصی معلم زبان و ادبیات. یعنی فیلولوگ هستی؟ فیلولوگ و بعدتر باز دانشگاه هنرهای زیبا رو هم ختم کردم و در هر صورت باز یعنی از سخنوری آغاز کردید؟ همون محیطی که کار میکردم یعنی خصوص یک محیطی بود که با سخن با معنی سر کار داشت و همه فکر میکنم که به نتیجه نموندم. در هنرمندی جوان باید به ادبیات بیشتر رو بیارد. البته وقتی که به ادبیات رو میارد، هم کتاب مطالعه میکند، هم از اشعار کلاسیکان مطالعه میکند،
غنی می شود، بوی می شود و در انتخاب متن‌ها دیگر در نمیماند. برای انتخاب متن‌های والا برام بسیارتر میخواستم که جوانان مثل همون متن رو فرض کردیم توتیوار نخوانند و بس که درک کنند، معنی رو درک کنند، باز تاثیرش دیگر میشد. البته چی ترانه است استاد؟ یک ترانه که قسمت اولش از غزل‌های خیراندیش و قسمت دومش قسمت آخرش از غزل حافظ شیرازی. عالی میشود، بفرمایید. مهینه دل کشد شهر زی آنگو بینلا آنگو بینا دل کشد شهر زی آنگو بینلا آنگو بینا دل کشد عذاب یک بوسه شان شاهان حوس گرب و بخش بر غلامی کترینا دل کشد گرب و بخش بر غلامی کترینا دل کشد چشم و ابرو هم نگاه دیر رباز هم رو خط هم آسمان هم زمین دیر کش است هم رو خط هم آسمان هم زمین دیر کش است چو تو نازنیده سر تا با پارت آفد گیتی نشان دادن ازید نیافریدن بر قصد جانی اوشان ابرو چشمی مزد بر قصد جانی اوشان ابرو چشمی مزد گاهی کمین کشادن گهان کمون کشیدن گاهی کمین کشادن گهان کمون کشیدن گلشنی ویسالت هرگز گل نچیدن کز گلشنی ویسالت هرگز گل نچیدن گر دستی من نگیری با خود باز گویم گر دستی من نگیری با خود باز گویم کدوش کنی مسکین دل برده بدید کدوش کنی مسکین دل برده بدید ای از فراق رویم چشمی مزد چشمی جهان دیدیم
بجز از آن که شما ترانه‌های پرمضمون میخوانید، غزل‌های ناب رو پیدا میکنید، یکی از موضوع‌های محوری ترانه‌های شما، سرودهای شما مادر است. یعنی بیشتری مردم بیشتر به همون ترانه‌های مادر شما توجه میکنند و خیلی جانگداز و زیبا نیز این ترانه‌ها را اجرا میکنید. چرا خواستید که بیشتر به همین موضوع رو بیاورید؟ یک نکته رو گرچنده که بارها گفتم باز یادآور میشم، در همون رو وقتی که مادر از دنیا گذشتن، در همون لحظه از بس که در بین مردم کلوب یک انعنه بسیار خوبی است که یعنی مرثیه خوانی میکنن، سرودهای محتمی، بخصوص شادروان دولتمند خال اهل اولاد اونها در این جدا خیلی پیش قدم ترند و وقتی که در یگان مراسم خیشتوار محتمی خیشتوار میشد، هم اونها برادران همین خیلی سرودهای محتمی میخوندن و در همون لحظه مرا هم بسیار سخت گرفتن که باید که یگان چیزی گویم، از بس که این برای من قدر ناشناس بود، یعنی دورتر بودم از این چیز و در آن لحظه من یاروی سخن گفتنم نبود. به همین خاطر بعدتر در دل یک کدرت موند که برای چی من یعنی که میبایست در همون روز باید که چیزی میگفتم ولی کاری کردن نتونستم و برایم خود را وظیفه دار قرضدار حساب کردم که من بعد برای مادر زیادتر و در حقیقت فکر میکنم که کلانترین مادرنامه رو دارم در این شب و روز، زیرا که در همون مادرنامه که من دارم زیاده یعنی 13 تا 15 سرود تا امروز یعنی در وفصل مادر سرودها سرایدم. عموما مادر برای رشد شما، برای پیشرفت شما عموما چی تاثیر داشتن؟ مادرم بسیار چلیکی، چون همه مادران چلیکی برای هر یک مادر از فرزند خود افتخار میکند و فرزند خود را از همه بهتر و بالاتر حساب میکند و وقتی که سرودخوانی میکردم مادرم کودکوار میبارید، شادی میکرد، رقص میکرد و همیشه افتخار میکرد که یعنی فرزند من حافظ میشود و سرود میخواند و مردم خرسندی میارد و همین خرسندی های مادر هر وقتی که به یاد میرسد راستی گپ گرچنده که دل ریش میشد باز یک افتخار، یک الهام، باز یک چیزی میاد، یعنی یک تکانی میدید برای من. یعنی مادر راضی بودند که مثلا مادر از فرزند افتخار میکند، این برای فرزند یک دنیای دیگر است. البته کودکیتون چگونه بود؟ محیط عائله، محیط خانواده؟ محیط خانوادگی من هم بسیار خوب بود. در روستا بعد وای رسیده؟ در روستا البته. از همه زیاده همین بود که پدرم بسیار یک ذوقی داشتن. در خانه ما اسباب‌های موسیقی بودن، لیکن پدرم گرچنده که اونقدر خوب نمی‌نواخت، لیکن همیشه حس می‌کردم که به همون سرودهای احمد جامی یعنی زیادتر توجه دارد و یک شغل دیگر هم داشت که یعنی که جمع آورنده، گردآورنده همه سرودهای عرفانی، قصه ها، همین چیزا رو یعنی جمع گیر میکرد و همون در ماشین چاپی یعنی به طرح خود چاپ میکرد و همیشه تاکید میکرد که وقتی که مکتب میانه رو ختم کردی حتما من این رو بد لیکن به خبر از اون که من علاقه وقتی که پدر به کار میرفت و میدونستم که در کجاست گرفته با همون ذوق علاقه بسیار چیزا رو و از یاد میکردم. همین دستخطا همون چیزایی که نوشتن حالا حفظ کرده دامون تو حاضر هست، تو حاضر هم هست و خوشبختانه همون چیزایی که در همون دوره یعنی من حفظ کردم امروز با پرگی در یادم مونده است. یعنی یک چیزی که در کودکی از خود میشد مثل نقش در سنگ است. البته برای اینکه فرض کردیم همین قصه عذاب میاد در اونجا که در همین تای 380 400 مصر است
در مثنوی منوی هم است و همه را امروز حضرم وقتی که اگر یک بار خونم همین یگان مصرعش نمیخواد، یعنی که تو حضرت در خاطرم پره همه مونده است و هم فکر میکنم که همون زحمت سوی همون دوره یعنی همین محیط خانواده وقتی که محیط سالم است، محیط علم است، محیط معرفت است، فکر میکنم برای رشد فرزند تاثیر عمیق میگذارد. البته یعنی ما همون تاثیر محیط خانواده، تاثیر اندیشه های عرفانی پدر بود که شما امروز مثلا با این جاده اومدید و موفق شده و امروز مثلا بازم سرود های عرفانی اجرا میکنید. سپاس که به برنامه موزه فضا تشریف آوردید و امروز افتخار همصحبتی رو با شما داشتم. ترانه‌های جذابتان رو به طور زنده گوش کردم. خوش آمدید. در انتها چی ترانه پیشنهاد می شود؟ در انتها یک ترانه، یک سرود خلقی بخونم که مطلعش چنین است: من اگر روزی شود نقاشی این دنیا شوم، این جهان رو آری از هر غصه جان میکشم. تشکر. و دوستان عزیز، به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمند شایسته تاجیکستان، کارمندی انسمبل فلک شهر کلاب، جمعخان سفر به برنامه امروز ما تشریف آوردن و صحبت جالب نیز با ایشان داشتیم. ترانه های دلنشین پیشنهادی ما و شما گردوندن و باز هم یک ترانه زیبا می شود. با همین با شما خیر میگویم. اگر روز شود نقاشی این دنیا شوم، این جهان را آری از هر غصه جان میکشم. اندر این عالم کسی بر کس ندارد برتری، من غنی را با گدای یک رو یکسان میکشم. من غنی را با گدا یک رو یکسان میکشم. زشت و زیبای مگن پروردگاری ما یکه، زشت و زیبا را به هم آورده انسان میکشم. بحریاران مهربانی بیقراری یک دلی، هر دل را در کناری باغ و بستان میکشم. من اگر روز شود نقاشی این دنیا شوم، این جهان را آری از هر غصه جان میکشم. اندر این عالم کسی بر کس ندارد برتری، من غنی را با گدای یک رو یکسان میکشم. من غنی را با گدا یک رو یکسان میکشم.
تا ابد محکوم دلتنگی به زندان میکشم. بیشکند هر جا دل ما به تفاوت نیستیم، برای دلهای اسیر و درد و درمان میکشم. من اگر روز شود نقاشی این دنیا شوم، این جهان را از هر غصه جان میکشم. اندر این عالم کسی بر کس ندارد برتری، من غنی را با گدا یک رو یکسان میکشم. من غنی را با گدا یک رو یکسان میکشم. من غنی را با گدا یک رو یکسان میکشم.